بعدی وفات مادرم من کمی بی اهمیت شدم. احساسات غمگینی من به یک مشکلی بزرگ تبدیل یافته بود. من باید عائله‌دار شوم. من به زن احتیاج دارم که زندگی مرا بهتر کند، برای من خوراک پزد، شستشو کند و مرا غمخوری کند، یعنی با شفقت و نگهبانی من باشد. ولی من چگونه باید تازگی خود را رعایت کنم وقتی الکی خیلی چیزها را افلاس و بیجا کردم؟ قریب یک ماه پیش زنی عمکم به صدمه ناخوش افتاده تویندم در بیمارخانه بود. او خیلی منتظم برقرار شده ایستاده بود، اما طبیعتا این واقعه برای عمکم خیلی گران افتاد. من زود به دیداربینی او میرفتم، زیرا میدانستم که او چقدر غمگین و تنهاست. باره در مسئله عائله‌دار شدنم صحبت کردم. من به آنها گفتم که به زن احتیاج دارم، زیرا که حیاتم خیلی دشوار است. او تبسم کرد و گفت من فکر میکردم که نسل نو خیلی روشن فکر هستند، زن کنیز یا خدمتگار نیست. او گفت و تو پیش از عائله‌دار شدن باید عائله‌داری را فهمی. او این نکته را ذکر کرد که هنگام زنش نبودن از عهده تازه کردن خانه به خوبی میبرآمد و اینچنین وقتی که زنش هم باشد همیشه او را کمک میکند، زیرا که او باوری دارد که او و همسرش شریک هستند. او مرا از گفته پیامبر درود بر او یادرس کرد. بهترین شما کسانی هستند که با همسرهای خود بهترند. هیچ مرد در تاریخ مثل پیامبر مشغول و یا مهم برای جهان مثل او نبود، اما همه این را از خدمت کردن به خانواده خود باز نمی داشت. عایشه میگوید که پیامبر حتی پایافزال‌های خود را تعمیر میکرد و لباسهای خود را جای به جای میگذاشت و بر ضمن همه این همیشه آن تبسم زیبا را برای عائله خود فراموش نمیکرد. مردها از مکه و زنها از مدینه، اما در آخر همه از جانب خداوند. و هرچند که در آن وقت فهمیدن یکدیگر غیر امکان بود، خداوند ما را با راه‌های بی‌نظیر خودمان آفریده است تا اینکه یکدیگر را پوره نماییم و این نه فقط به عائله‌دار شوی دخل دارد، بلکه این قانون حیات است. مثل مادر همراه فرزند، همسر با شوهر خود، دختر با پدرش، خواهر با برادر خود، بین مرد و زن یک پیوند مخصوصی است. عمکم به من گفت که بعضا ما در حیات زن را آنقدر قدر نمی کنیم و یکی از قدر نکردن ما این است که ما به چی قادر بودن زن را به نظر نمی گیریم. برای همین پیامبر به ما آموزانده است تا آنها را قدر نماییم، گرچند که هیچگاه به قدرشان نمی رسیم. نه فقط به این، بلکه باید به آنها احترام نموده حرمت آنها را در جای اول گذاریم. می دانید که مادر نه تنها ما را نگاه بین کرده است، او ما را نفر کرده است که امروز هستیم. نه فقط ما را لباس پوشانده است، بلکه شخصیت ما را بنیاد کرده است. شب‌های درازی بیخوابی در نمازهایش همیشه نگرانی ما کرده است و با افتخار ما را به وایه رسانیده است. و اگر ما با دقت نظر کنیم، ما احساس میکنیم که هر زن در حیات ما به ما چیزی آموزانده است. هیچ چیز هم نباشد مهربان و دلسوز بودن را. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. خداوند سه عملهای را ذکر میکند که بغیر از مادر آن را به ما هیچ کس نکرده است. ما را در بطن خود نگاه داشت، به دنیا آورد و شیر داد. شاید به همین خاطر باشد که پیامبر در پاسخی که کی را از همه زیاد حرمت کنم 3 بار اول مادر را و بعد پدر را فرمود. عمکم گفت که به مناسبت برگشتن همسرش از بیمارخانه میخواست به او یگان تحفه خاطرمان کند و نشان دهد که چقدر او را دوست می‌دارد. شغل دوست داشته او یکجا ساختن چسبک ها بود، مخصوصا با نبیره هایش. پس من فکر کردم که برای او چسبک ها آماده میکنم، انیخترش از او، تا نشان بدهم که چگونه او مرا پوره می نماید، من هم همین طور او را کامل می نمایم. او این را به نهایت دوست داشت و من هم خیلی خوشحال شدم که این کارم به او پسند آمد. همسایم باره از من پرسید که آیا شما مسلمانان از حد نمیگذرانید؟ کمی هم باشد وقت شما میگویید که محمد زنان را آزاد کرد تنها به خاطر آن که او بر ضد کشتن دخترها و زدن زنها بود. منظورم این است که مسئله های خیلی عادی اند. آیا برای فهمیدن این چیزها فرستادن پیامبر یا کتاب مقدس ضروری است؟ من با او گفتم که در دوران جاهلیت زنان را حتی از چارپایان پستر میشمردند و پیامبر با عادی ترین راه ما را آموزانده است تا به آنها خشونت نکنیم و زیان نرسانیم. غیر از این آیا راضی نیستی
که باید بعضن چهره‌های دیگر گونساز باید انسانها را از بیرحمی باز دارند و خود رسان کنند که چی چیز آنها را انسان میسازد. و در آخر گفت بله گمان میکنم که چنین است، اما من و او به خوبی میدانستیم که چنین است و باید اقرار شویم که همه ما احتیاج به نصیحت داریم. و در این روند من نه تنها حیات خود را بلکه ایمانم را نیز از نو به تنظیم درآوردم و مثل هر وقته پیامبر خدا حق بود. رسول خدا تو چقدر بهترین بوده ای وقتی که می گفتی بهترین شما کسانی هستند که با همسران خود بهترینند. مادرمان عایشه باشد در جواب گفت و شما بهترین آنهایید. تو نه تنها پیامبر، راهبر و معلمی بهترین بلکه تو بهترین فرزند، شوهر و پدر جاویدانه ای.